اگه تو هم دلت میخوادی همچین سوخاری خوشمزه و تردی رو درست بکنی، حتما این ویدیو رو تا آخرش نگاه کن. از شما چه پنهون پانیز فیله سوخاری میخواست، ولی خب من فیله نداشتم توی فریزر رو، از سینه مرغ استفاده کردم. به خاطر همین از قطعات کوچیک‌تر استفاده کردم و خوردش کردم که داخلش پخته بشه و خام نمونه. از فیله اگر استفاده کردین حتما نصفش بکنید که داخلش کامل پخته بشه. برای خمری هم که می‌خوایم مرغمون رو توش بخوابونیم، مقداری آرد و ادویه، بیکینگ پودر، سس خردل، یه دونه تخم مرغ اضافه کردم و کم کم آب گازدار رو بهش اضافه کردم و مخلوط کردم تا به خمیری که توی تصویر می‌بینید در بیاد. من مقدار دقیقاً توی کپشن براتون می‌نویسم. مرغا رو به مواد اضافه کردم و خوب با هم دیگه مخلوط کردم که مواد به همه جای مرغ برسه. حدود 2-3 ساعت گذاشتم توی یخچال تا مزه‌دار بشه. برای آماده کردن سسش من کامل از سس مایونز کم چرب استفاده کردم. شما میتونید از مایونز معمولی و ترکیب ماست استفاده بکنید. مقداری هم خردل زدم، خیار شور، جعفری خشک که میتونید تازه هم استفاده بکنید، پیازچه، نمک و فلفل مخلوط بکنید. همچین ترکیبی میشه سس خوشمزه‌تون در کنار سوخاری. بعد برای سوخاری کردن مرغامونم من از پودر سوخاری پانکو نارنجی استفاده کردم. روغنمو داغ کردم، حرارت رو کم کردم و بعد مرغا رو داخل پودر سوخاری غلتوندم، سرخشون کردم و در نهایت یه سوخاری خیلی ترد و خوشمزه دارین. بچه‌ها این سس همون سس بنیه است که شما میتونید بدون که سوخاری هم بکنید داخل همین مواد بغلتونید و توی روغن سرخ کنید. خلاصه خمیر کاربردی و خوشمزه که میتونید کلی سوخاریای خوب درست کنید و در کنار خانواده‌تون نوش جونتون بکنید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.